سلام، امیدوارم خوب بشین، دلتون شاد باشه، اوضاع هم به کامتون باشه. توی این ویدیو قراره در خصوص آدینس سگمنتیشن با هم صحبت بکنیم که اگر تنظیمات درستی داشته باشیم دقیقاً تبلیغمون رو از فیلترهای مختلف رد میکنیم و به بازار اصلی هدفمون میرسونیم و کاربرمون روش کلیک میکنه و در نهایت بوم تبدیل میشه به مشتری که مورد نظرش هست. خب همونطور که در ابتدای ویدیو هم اشاره کردم، توی این ویدیو آموزشی قراره یاد بگیریم که اگر ما آدینس سگمنتیشن داشته باشیم چجوری میتونیم به مشتری هدفمون خیلی بهتر دست پیدا بکنیم و بهتر بتونیم کانورتش بکنیم و به مشتری خودمون تبدیلش بکنیم از بازدید کننده به یک مشتری واقعی. متاسفانه این قسمت آدینس سگمنتیشن خیلی برای ایران قابل استفاده نیست، چون ما داریم به زبان فارسی صحبت میکنیم و الان این ویدیو رو دارم به صورت فارسی ضبط میکنم. اگر برای خود ایران بخوایم هدف بگیریم خب واقعا حجم خیلی زیادی از موقعیت هامون رو شاید از دست بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که اکانت ها داره ایجاد میشه اطلاعات دقیق و درستی رو ارائه نمیکنیم. از اکثر سرویس هایی که میتونه این دیتا رو به گوگل بده و در از گوگل این دیتا ها رو داره از سرویس های مختلف خودش و سوشیال مدیا های مختلف جمع میکنه و میاره تا در نهایت به مشتری واقعی ما بتونیم اطلاعات درست رو نشون بدیم و تبلیغمون رو نشون بدیم. متاسفانه از خیلی از این سرویس ها و امکانات ما یا در ایران استفاده نمی کنیم یا از قندچکن استفاده میکنیم که خب خیلی از دیتاهای ما رو متاسفانه تغییر میده. مهمترین قسمتش اینه که لوکیشن ما رو تغییر میده. ما اینجا توی این ویدیو قراره در خصوص دسته‌بندی ها و نوع‌های مختلف این سگمنتیشن های آدینس با هم دیگه صحبت بکنیم که خب یه قسمت‌هایش واقعاً به شبکه‌های اجتماعی و لوکیشن ربط پیدا میکنه که با استفاده کردن از قندچکن ما اونها رو از دست میدیم متاسفانه. حالا زمانی که وارد این قسمت میشیم توی ساخت کمپین جدیدمون میتونیم مستقیما سرچ بکنیم. مثلا من اینجا سرچ میکنم ریل استیت، میگه که حالا کسایی که توی رزیدنشال پراپرتیز هستن، کسایی که دارن توی واحدهای مسکونی، توی املاک مسکونی دارن زندگی میکنن، یا مثلا فرض کنیم کسایی که دارن توی هاوس حالا زندگی میکنن یا صاحب هاوس هستن. تو دسته‌بندی زبان انگلیسی افرادی هستن که خونه هایی رو بهش میگن که ما تو زبان فارسی بهش میگیم خونه مستقل یا خونه حیات دار یا خونه کلنگی. حتی کلنگی خیلی ارتباط نداره، ولی منظور که اون خونه هایی که دربسته و یه دونه خونه است و با حیاتش و امکانات خودش، به اونا میگن هاوس. ولی خب در زبان در کشوری مثل آمریکا هاوس رو کلا به خونه‌ای میگن که حالا برای خودش یاردی داشته باشه، چند طبقه باشه و پارکینگ مستقل داشته باشه، به اون میگن هاوس. در غیر این صورت در قالب رزیدنشال یا آپارتمان حساب میشه. حالا کسایی که حالا صاحب خونه جدید هستن یا خونه فروشی نوساز دارن یا اصلا کلا توی کامرشیال پراپرتیز هستن، تو اون دسته قرار میگیرن. زمانی هم که موسمون رو روی هر کدوم از این کاتگوری ها نگه داریم به ما یه سری اطلاعات رو میده. من چون تنظیماتی که انتخاب کردم خیلی متغیره و تو هر کدوم از آموزش ها اومدم تنظیمات متفاوتی رو داشتم، اینجا دیتای درستی رو به من نمیده. ولی در حالتی که شما تنظیمات درست رو انجام بدید و پلکانی بیاین جلو، به جز زبان فارسی و حالا کمپین هایی که به زبان فارسی خیلی مرتبط میشن، دیتا خیلی درستی بهتون نشون میده که به شما تخمینی میگه که میتونید چقدر ایمپرشن داشته باشید، چقدر کانورژن ریت داشته باشید و اینا شما بتونید طبق اون برنامه‌ریزی داشته باشید. نکته‌ای که ما تو این ویدیو بیشتر می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم تو قسمت دسته‌بندی ها و تایپ های آدینس ما هستن. بر فرض مثال ما میتونیم مشخص بکنیم که چه کسانی تبلیغ ما رو ببینن. کسانی که جز والدین هستن و بچه‌هایی دارن بین 13 سال تا 17 سال. ببینید من یه مثال بخوام برای شما بزنم که همیشه میزنم. اگر شما فروشنده طلا باشین و حلقه ازدواج بخواید بفروشین، اگر این تبلیغ رو شما بخواید به متأهلین نشون بدین، در از بودجهتون رو دارین از بین میبرین، سرمایه‌تون رو دارین از بین میبرین و نتیجه مثبت رو از تبلیغتون نمیگیرین. چرا؟ چون یه سری متأهلین که حالا از روی انگیزه یا از روی کنجکاوی میخوان ببینن حلقه‌های ازدواج جدید چه شکلیه،
میان کلیک میکنن، اصلا قصد خریدم ندارن، کلیک میکنن میان داخل سایت شما، میچرخن میرن بیرون. شما میگی خب من کلمه کلیدی رو درست دادم، تنظیماتم همه چی درست بوده، بازدید کننده درستی هم گرفتم، اومده تو سایت ولی خرید نکرده. ولی پشت پرده اینه که شما سگمنتیشن درستی نداشتید و تنظیم درستی نداشتید، به خاطر همین شخص اومده خریدش رو انجام نداده، چون واقعا جز دسته‌بندی مشتریان شما نبودن. ما یه مقداری میگم تو ایران واقعا مشکل این قضیه رو داریم، ولی خب برای کشورهای دیگه شما اگر بخواید این سرویس خدمات رو استفاده بکنید اینقدر این مشکلات رو ندارین و این دیتا خیلی واقعی ترن، چون گوگل بر اساس سرویس های مختلفی که داره استفاده میکنه، خصوصا یوتیوب، خصوصا جیمیل، قبلا در گذشته گوگل پلاسش رو خیلی ازش استفاده میکرده، ولی الان از مجموع همه دیتاهایی که داره و پارتنرهایی که داره دیتا رو جمع میکنه و اینجا کمک میکنه که به بهترین حالت ممکن تبلیغ رو به مشتری واقعی خودمون بتونیم برسونیم. یا مثلا فرض کنین افرادی که متأهل هستن یا مجرد هستن یا این ریلیشن هستن، این دیتا میتونه از فیسبوک بیاد و کمک بکنه که ما بتونیم نتیجه مثبت تری داشته باشیم. اصلا صاحب خونه هستن یا مستاجر هستن، اینا همه میتونه کمک بکنه. که شما مثلا میگم تبلیغات فرض کنین کاغذ دیواری رو بخواین نشون بدین، اگر شخص مستاجر باشه خیلی انگیزه خاصی نداره که به تبلیغ شما اهمیتی بده و روش کلیک بکنه، ولی صاحب خونه خیلی فرق میکنه، چون صاحب خونه میتونه برای خودش برنامه‌ریزی بکنه، تصمیم بگیره که آیا میخوام دیوار رو کاغذ دیواری بکنم یا نه. ولی خب مستاجر قاعدتا این کار رو نمیتونه بکنه یا باید با تایید صاحب خونه‌اش باشه که خب واقعا سخت. به هر حال اینا همش کیس استادیه و شما بر اساس نوع استفادهتون و نوع کمپینتون اینها رو همه رو میتونید ازش استفاده بکنید. نکته‌ای که تو این ویدیو حالا ما بیشتر می‌خوایم بهش صحبت بکنیم و در موردش بحث داشته باشیم، این دسته‌بندی های هستش که اینجا شما می‌بینید. دسته‌بندی مثلا میگم دموگرافیک، همین دسته‌بندی کلی بود که در خصوص محل زندگی، شرایط بچه‌هاشون و استراکچر زندگی افرادی که بازدید کننده شما قرار باشن ما میتونیم جزء اون دسته‌بندی‌ها توشون ببینیم. تو حالت افینیتی اگر در نظر بگیرین، افرادی هستن که علاقمند به یه چیزی هستن یا دنبال کننده یه سری موضوعات هستن، افرادی که مثلا دنبال کننده موضوعات بانکی و اقتصادی هستن، اینها مثلا میتونید که روشون انتخاب داشته باشید. یا افرادی که دنبال اموری که مربوط به امور زیبایی میشه هستن، اینا تو قالب افینیتی شما میتونید اینها رو پیدا بکنید و جزء اون دسته بندی در اصل شما بیاین کاربرتون انتخاب بکنید. ما تو قسمت سرچ مستقیم میتونستیم سرچ بکنیم، مثلا میتونیم بذاریم چه میدونم لاکچری بایر، یعنی فرض کنید افرادی که اصولا جزء سایت های لاکچری میگردن و محصولات لاکچری نگاه میکنن، توی فروشگاه های گرون قیمت میرن آنلاین سرچ میکنن و میگردن، خب میتونن اینجا جز دسته‌بندی های ما قرار بگیرن. ولی اگر ذهنیتی نداشتیم میشیم تو قسمت بروز بیایم اینجا پیدا بکنیم و اون دسته‌بندی بتونیم سگمنتیشن برای خودمون داشته. قسمت بعدی افرادی هستن که توی سگمنتیشن این مارکت قرار. چه افرادی هستن؟ افرادی هستن که در اصل دارن سرچ میکنن، دارن میگردن. مثلا فرض کنید که کسی که دنبال خرید یک محصول الکترونیکیه، یا مثلا فرض بفرمایید شخصی که داره سرچ میکنه برای پیدا کردن ملک مناسب در یک شهر مناسب و یک کشور مناسب، فرض بفرمایید. اینا باز دوباره دسته‌بندی‌های مختلف میشه. کسایی که مربوط میشن مثلا به محصولات بچگونه و به بچه‌ها ربط پیدا میکنه، اینا افرادی هستن که مثلا میگم حامله هستن، مثلا میخوان که فرض بفرمایید جزء دسته این مارکت قرار میگیرن و دارن دنبال مثلا حالا اصطلاحی که ما به کار میبریم دنبال سیسمونی میگردن برای بچه‌شون. خب ما اگر که در اصل لوازم بچه رو و لوازم اتاق بچه و سیسمونی رو میفروشیم، این بهترین گزینه است که میتونه ما کمک بکنه. از این جور مثال ها و گزینه ها و دسته‌بندی ها شما به شدت و به کرات میتونید تو این قسمت تنظیمات مشاهده بکنید و برید سراغ اون چیزی که در اصل کاربر شما تو اون دسته‌بندی قرار میده. قسمت سگمنتیشنی هستش که ما خودمون میتونیم ایجاد بکنیم که این رو توی ویدیو بعدی حتما
در موردش توضیح میدیم و توضیحات رو خیلی مفصل و حالا به صورت گزینه‌ای در موردش صحبت میکنیم. ولی اینجا اگر که ما قبلا کمپینی ایجاد کرده باشیم یا دیتایی رو گرفته باشیم و اومده باشه توی گوگل ادز ما، تو آنالیتیکس ما اومده باشه، میتونیم تو اون سگمنتیشن هم انتخاب داشته باشیم. کسانی که مثلا فرض بفرمایید سایت ما رو بازدید کردن و از صفحه فلان یا از لینک فلان بازدید داشتن، اون تبلیغ ما رو به اونها نشون بده. یا کسی که اپلیکیشن ما رو دانلود کرده، هر چیزی که ربط پیدا میکنه به این موضوع رو میتونیم تو این قسمت دیتا سگمنتیشن شخصی خودمون انتخاب بکنیم و ایجادش بکنیم. تو این قسمت کامباین هم میتونیم کاملا به صورت ترکیبی ایجاد بکنیم. میتونیم یه اسم بهش بدیم، مثلا من اسم مثلا میزنم تست برای مثال، و اینجا میاد میگیم که خب چه چیزی رو میخوایم انتخاب کنیم. مثلا من همون لاکچری بایر رو انتخاب میکنم. اوکی، کسایی که مثلا فرض کنین که توی ریتیل جابز هستن و این مارکتن دارن سرچ میکنن، فرض بفرمایید انتخاب میکنم و میگم که به صورت حالا مثل حالت به نوعی برنامه نویسی میشه. مثلا میگیم اند کسایی که هم توی ریتیل جابز هستن و مثلا فرض کنید که خونه برای فروش هم دارن، فرض بفرمایید. و بعد میتونیم حتی اکسکلود هم داشته باشیم. کسانی که مثلا میگم توی این دسته‌بندی قرار گرفتن، توی ریتیل جابز هستن، هاوس هم برای فروش دارن، ولی مثلا میگم جزء دسته، حالا میتونیم بیایم اینجا توی براوزرز فرضاً بیایم اینجا و بگیم کسایی که بچه‌های بین 13 تا 17 سال دارن اینو اکسکلود کن. یعنی کسایی که توی ریتیل کارهای مربوط به ریتیل هستن، خونه برای فروش دارن، ولی بچه‌هایشون مثلا کمتر از 13 سال سن دارن یا بالاتر از 17 سال سن دارن. اینجوری خیلی دقیق و مرتب میتونیم یه دونه برای خودمون سگمنتیشن ایجاد بکنیم. با این سگمنتیشن تبلیغمون رو دقیق‌تر و واضح‌تر به کاربر مورد نظرمون برسونیم. خب امیدوارم که این ویدیو برای شما کاربردی بوده باشه و قسمت آدینس سگمنتیشن گوگل ادز رو کاملا متوجه شده باشید. اگر سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها برای من بنویسید. اگر ویدیو رو دوست داشتید و ازش استفاده کردید حتما لایکش بکنید و اگر کانال دیجیتال مارکتینگ فکتس رو فالو نکردید و در اصل سابسکرایب نکردید سابسکرایبش بکنید. دکمه زنگوله کنارش رو هم انتخاب کنید و روی آل بذارید تا از جدیدترین ویدیوهایی که ما توی پیج میذاریم مطلع بشید تا بتونیم بیشتر با هم در ارتباط باشیم. شاد باشیم و مرسی که این ویدیو رو تا انتها نگاه